سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به این ویدیو. میخوایم تو این ویدیو بریم اسکینای جعبه طلای سیزن جدید، این سیزن آسر رو ببینیم که لینکش همین تازگی منتشر شده چند روز گذشته. ما تا این موقع خواب بودیم. بچه اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و جنگوله چیه زنگوله کنارش هم بزنید. خب لیتس گو بریم سراغ ویدیو. خب اینم اسکیناشه، نموی خفنشی که میبینید، خیلی هم نانازه، دخترونن دیگه. لباسش هم لباس میتیکشه که میتونست بهتر باشه، زیاد خاص نیست، در حد لژندری، ولی موش خیلی نازه. و دیگه خوبیش اینه که هر دوتاشون میتیکن و واسه کسایی که میخوام میتیک بگیرن هم خوبه. ایگان اسکیس هم آورده که بعضی گفتم نمیدونم اسکیس نیست و فلان و بهمان و اسکارل و این و اونه، ولی نگانش اسکیس که خوبیش اینه که اسکیس 7 لول است. گان قشنگه نسبت به اسکیس، اسکین خوبی زدن بیرون که قدیمی و دوباره بک خورده. و همونجوری که میبینید میتونیم شاب سری و صدا خفه کن و اسکوپ و ایناش هم راد بخریم چیه چیزه. اینم علمتشه، اونا رو میتونیم کشکی بکشیم. اینم علمت خفنشه که خیلی هم ناز نیست، ولی دیگه تکراری هم نیست. اسمو که آورده روش گله، تقدیم به تو با گل. این آویز کیفم که یه نوشابه است بابا، هر کی نوشابه میخوره برم اینو بکنه بخوره. اینم که لباس لژندریش، این کلش خفنه. لباس چه تعمیرکار چه. اینم لباس موی دخترونه و لباسشه. در کل بگم کلاشون بهتره. اینم از گان خفنمون اسمون که 7 لول است و کمیاب ترین گان بازی. ببین چه گانی زدی، ببین. بعد دوباره بکشم داده کیل مسیجش قشنگه دیگه. لول 5 تا متریال میگیره، فقط این آویز اضافه میشه. این گان کیل مسیج و لوت باکسش فقط قشنگه. لوت باکس این کفتوزه که چیه، خیلی قشنگه. خب اینم بود از ویدیوی امروزمون. بچه اگه خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. Let's go. Goodbye.